پس استقلال اول از کجا شروع میشه؟ از فکر شروع میشه. وقتی که فکر غلام شد، به طبله انگلیس رقصیدی، به ساز انگلیس رقصیدی، به ساز امریکایی رقصیدی، به برنامه های استعمارگرا تسلیم شدی، در مجالس از اینا ششتی و از رفتن از اینا خفه شدی و موجودیت از اینا را فخر دانستی. این قابلیت استعمار میگه. باز وقتی که فکرت قابلیت استعمار داشت، باز ای اعضای بدن تو حق آزادی رو ندارن. گاهی غلام روس میشی، باز اگر روس رفت غلام امریکا میشی، اگر امریکا رفت غلام چین میشی، اگر چین رفت غلام افریقایی میشی، اگر کلش نبود غلام یک حیوان میشی. چرا فکر نداری؟ از این خاطر در قرآن چی مهم است؟ فکر و تفکر، که انسان خود بشناسه، شخصیت خود بشناسه، خالق خود بشناسه، عزت خود بشناسه. ضرور نیست وقتی بلال حبشی را امیه ابن خلف در زمین گرم و سوزان خو داده بود، بالای شکمش سنگ مانده بود، برش گفت امیه تو میتونی جسد مرا تحت تاثیرت قرار بدی و تعذیب بکنی، اما ایمان مرا و روح مرا و فکر مرا و عقیده مرا هیچ وقت تحت تاثیرت آورده نمیتونی. و صدا میکرد که احد احد، الله یکیست، بتها باطل است، عقیده از اینا غلط است، دین از اینا و بت پرستی از اینا و مخلوق پرستی از اینا کلش غلط است. کی کامیاب شد در نهایت؟ امروز مردم به افتخار نام بلال میمانه. کدام کس هست نام بچی خودم ابن خلف مونده باشه یا ابو جهل مونده باشه؟ یا کسی هست که افتخار بکنه که من از نواسای اما ابن خلف هستم؟ اگر باشم پت میکنه. اما بلال کلگی افریقایی کلشان کسان که میشه چی باید میفتیم؟ نحن من اتباع بلال. اگر لبای ما تکش هست، اگر چیریم سیاس هم تو کسی که شخصیت عالی داشت. از همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت فتح مکه اموت یک انسان با فکری را سر بام کعبه بالا میکنه و میگه برو بلال سر بیت الله بالا شو و صدای الله اکبر تو بلند کن. دیگر روز بلال شیشته رسول الله صلی الله علیه و سلم میبرش میگه یا بلال، شب من رفتم با ملائکه جنت برای نشان پیدا کرد. جنت دیدم، در داخل جنت صدای پاهای بلند میشه. پرسان کردم از جبریل، همینه یا جبریل یکی هست که در جنت قدم میزنه؟ که بی صدای نعلهای بلال است. چی کردی یا بلال که مستحق جنت الله شدی؟ صدای پاهای تو در جنت شنیده میشه. به خاطر که بلال انسان است، تسلیم استعمار و استکبار جهانی نمیشه، تسلیم طاغوت نشد، سنگ سر شکمش گذاشته شد، لکن کلمه احد از زبانش جور کردن نتانست. و همین قسم انسان است که افتخار میکنه و رسول مرزو بشارت جنت برش میده. جنت با چهره حاصل نمیشه، جنت با قوره حاصل نمیشه، جنت با زیبایی اندام حاصل نمیشه. بسیار تکواندو بازا هستن، کانفو بازا هستن که در کشورهای خارجی برای مسابقه میرن، مسلمان میرن پس کافر میرن. چرا؟ پیش مجسمه یاکوهاما و پیش مجسمه امو کلانای از اونا که بود پرست هستن در مقابل از او سر خود خم میکنن. جنت با ایمان، با عقیده، با فکر، با اندیشه حاصل میشه، ولو که انسان بسیار ضعیف باشه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یک صحابی هست، بسیار لاغر است، بسیار ساقهای پاش بسیار مین است،
یک وقت در درخت بالا میشه، میوه چیز را میخواه از درخت بکنه، از پایان که سیلش میکنن یگان تا خنده میکنه. چقدر میگه ساقهای پاهای عبدالله بن مسعود مهین است، چقدر لاغر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان میگه که او مردم، این ساقهای پای بلال در ترازوی میزان در روز قیامت بسیار گران میباشد. مفسرین از استنباط میکنه که حتی انسان مسلمان با جسمش در ترازوی میزان گذاشته میشه. بسیار انسان های چاقی هستند که به اندازه پشه بال پشه ارزش نداره و بسیار انسان های لاغر و ضعیفی هستند که مثل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پیش الله بسیار ارزش دارد تا جسدش ولو که بسیار ضعیف و نحیف و لاغر باشه. یکی از خطبای اسلام در خطبه روز جمعه داد میزنه. یک موسوعه است به نام موسوعه الایمان و سعادت و شفا. سخنهای از خطیب نقل کرده، من از اونجا گرفتم. او چی میگه؟ با صدای بلند میگه او مردم، عبادت تفکر از عبادات است که او را مردم در این زمان فراموش کردن. متوجه هستیم؟ عبادت است که مردم فراموش کردن.